شما جون منی ها. آره بابا من میدونم تو هم منو دوست داری. تو هم دل تنگ شده بود. آه جدی میگی؟ من رفتم آشپزخونه حوصله‌ام سر رفته بود هی جیغ میزدی. آره مامان چی شده؟ لالا داری؟ کچر نخوابیدی پس؟ میخواست بخوابی پس؟ اگه لالا کرده بودی منم میخوابیدم پس. بابا نه اینجوریا نیست. من نمیدونستم واقعا. آخه خوابت نبود؟ میگم من خیلی دوست دارم تو رو. من خیلی دوست دارم واقعا. تو من دوست داری؟ اگه آره بخوام ببینم. اگه آره بخوام من ببینم مامان جانم. آقا جان آقا جان 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 به خودت فشار میاری مامان جان. جانم قربونت دارم. آخه عزیزم ای وای دوربینو دید. خدا کارم تمومه. از اون موقع گرفتم پایین که شما دوربینو نبینی که. خب میگفتی دلوین دوربینو ول کن مامان جان. مامان جان دخترم خانومه قنده اصلا مامانو ببین. خانم دوربینی خانم دوربینی. تمام شد دیگه صحبت ما تمام شد. جو مامان اونجوری نگاه نکن قش میکنم من با اون چشو چالت ماشالله. قربونت دارم من ناناز خانوم. هر چقدرم یواشکی ازت فیلم بگیرم آخرم دوربینو میبینی. آره مامان. آره خانومم جان. عشقم منو نگاه کن مامان جان. مامان دوربینو ول کن منو ببین. داره دنبال دوربین میره. نگاه 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 نگاه. خدا